Assalomu alaykum do'stlarim aziz. Darsi navbati Photoshop. در این درس ما می‌آموزیم اینسترومنتی چرا اینسترومنت فیلمنشن یعنی فیلمنشن چی؟ یک объект رو از دیگر جا به دیگر جا کوچاندن. یعنی با این اینسترومنت شما объект رو کاپیده از این سه با مثال چی می‌کنید؟ می‌کوچونید. برای مثال سعی کنید. Çorbanı formatı şu harda anıvardı sayesinde این چی هست؟ سازدرمیتونید این میکنید یا سیستم قبلش کنترل این رو کنید ها پیدا بشید کنترل این میشه پیدا میشه از این حرف شده چشم پیدا میشه همه وقت فرمت ای 4 رو میگیریم میزنون میکنم ای 4 رو میگیریم 9 سانتیمتر میکنه دیگه شده سانتیمتر ویژشین کنید 300 میگیریم این شد فرمت ای شد برای اینسترومنتی فیلمنشن رو آموختم من برای لوچیستا سالی کاریامو نگاه صورت میگیریم فرض کنیم نگاه صورت فرض کنیم صورتی شوی باشم فرض کنیم کلام صورت باشم نگاه صورتی میشه کنیم نگاه صورت چی میشه نگاه چیز با این اسمش رو کافی کنیم کافی دید اینجا بود و که با این کار فقط نسیم کافی دید کافی دید مطلبی باز باشد کافی دید برای خودتان اضافی میکنیم کارم کارو فارم شما اجرا میکنیم فرض کنیم ما گرفتن رسمی شایبا با لیست شکلی داشته نکو نمت کنیم وقتی که ما میگذاریم در جزو اطراف این انتر رامکاچه چی پیدا میشه خانچه این خانچه برای ما با این صورت کار کردن بسیار جالب خیلی ساده اگر شما در این خانچه پیدا شد شما باید در اینجا هیچ کنید و فقط فرض المنتی هیچ کاری بگیرید پس این در شما بالا فرا باشید شما باید در اینجا چی بگید هیچ کاری بگیرید و این چی کنید این صورت رو چی کنید بخواهید سلام میکنید اینجا خواهید که پروپورسیاش برابر کلام شود شما باید فلاش شیفت رو زیرتر بید پروپورسیاش برابر چی کلام شود اگر نه شما میتونید پروپورسی صورت رو چی مایزه کلام نو تقسیم شد چی کنیم دیگه گذاشته مینا اصلا دیگه صورت رو بیتیم گذاشتیم فرض کنیم با ما سپارش میشناختیم این صورت رو پای در پای چیز جایگیر کنیم جایگیر کردیم نامش رو نویسیم سپارش میشناختیم با اسمیدی کنترل میخواهیم کنترل میخواهیم همین صورت خواهیم هم میشونم یکی با فلاش کنترل خوابیدن چه هست کنترل زیر میکنیم کنترل زیر میکنیم کنترل زیر میکنیم اما سپارش میشه که مشتری کلیم نامی همین چیزها را لیست چی نویست شد در یک لیست جایگیر کنیم این نامی لیست رو چون کنیم فرض کنیم نویسیم رنگی سیاه میکنیم رنگ رو حتی ما میشه رنگ رو اینجا الان کرده اینجا مونده ستا کلاه هست پس کنیم این رو نیست رنگ رو کپی کنیم برای اینسترومنت شیفت این رو کپی کرده میشه شیفت کپی کنیم اگر دیون بار کلان خود نکنیم ما این رو کپی کرده کلان اینسترومنتی تکست شما کنیم زمینی میکنیم پس کنیم شاید این کپی با این نام رو کپی میکنیم من با اینسترومنت با کلاژ شیفت میخواهیم کلان کپی میشه
دیگر استرس خورای است که این همین در پایین که چهار همین объект رو در کجا خواهیم چه خواهیم ما شاید کنیم توضیح میدیم و مشتری مطلب میگوید و پایان گذاریم فقط پایان میگذاریم این از سوالات جوابی نشان میده است خیلی منظور خود خیلی کلیکو بالا کنیم خیلی بیرون بالا انسیمنتی شایران در پایان شایران خیلی کنترل انتا چی توجیه کنیم اگر ما خواهیم که رنگی تست را دیگه کنیم تست رو میگذارم بگیم بالا دیگه تست رو خواهد بگیم من پایانش رو نمیم پایانش رو با کنجید میگذارم کنه کافی ویدیلید میکنه رنگی تست رو در اینجا چی بذارم کدی مثلا چی خواهی کنیم رنگ رو میکنه باز بگیم کلیک کنیم اسم تکست رو ویدیلید کردیم در اینجا رنگش رو چکنیم دیگه رنگ رو گرفتیم کردیم دیگر رو بال میگیره رو گرفتیم رنگش رو چکنیم دیگر این کار ما در همین سلای واقع هستیم برای اینکه از این سلای دیگر سلای بگذاریم ما باید چکنیم برای میزنیم و باید کانت کنیم اگر خواهید که این تکست رو دیگر کنیم با تکست کافی دیسته در آن دیسته باید دیگر میگم این صندوق کنیم دیگه شد پایین آنه با کنترل قبلی بود کلام میکنیم زیر کنیم پیرمیدید میشد و ترانسفرانسی بازی کنیم ما زیر نکنید که ترانسفرانسی بازی نمید کنیم در اینجا باشیم کنیم در اینجا بازی رفتیم اندگرام قبلی کلام کردیم اگر کلام کردن پس کنیم برای کلام کردیم باید البته زیر کنیم که ترانسفرمانه بگیرید در وجود وردنی کلام شما اگر نپریمیاد بیم داشته در حالت فلش بریم باید برده میدونم کلام کردیم کلام کردیم همین اگر خواهید که عملیات ما خطا شد برعکس در خطا برگشته میخواهید با فایل میگذارید به دستگیری میگید حتی میگید که میشه تمام به خطا برمیگردید همین بود درس ما درباره اینسترومنت چی؟ علم شنی با همین اینسترومنت علم شنی ما همین آبیکت رو کجا خواهیم میمانیم یعنی چی؟ جابجا بگیری آبیکت ها همین چی هست؟ ضرور است اینسترومنتی علم شنی وظیفه‌اش هم کجای خواهید اینجا میمانیم این بود چی هست؟ اینسترومنت علم شنی این هم درس ما بپرسید خیر تا توضیح تا درس های آنده در کانال ما مبنی شوید لایک کنید و همه وقت در تماس با ما باشید در درس های آنده با خدا حافظ